خلیکان آنتی‌اکسیدانتی از همه پرقوت بوده، سطح خلسترین را پس و گردش خون را خوب میکند. ترکیبش از شیره نوده‌ای تا به دانه انگور سرخ عبارت میباشد. در ترکیب خلیکان در یک کپسولش 2.5 میلی گرم رسوراتول جای دارد که به این مقدار رسوراتول داشتن در خلیکان را فقط شرکت تیانشی استحصال می نماید. خصوصیت‌های توابتی خلیکان رادیکال های آزاد را از ارگانیسم برآورده پرده حجره ها را مستحکم می نماید. جوانی را حفظ نموده ایمنیت را خیلی پرقوت می نماید. لیپید را در خون معتدل می گرداند. ضد سرطانی بوده افزایش حجره های سرطانی را سست و نابود می سازد. تولید کننده حجره های سالم می باشد. خون را تنوک، رگ ها را الاستیکی و گردش خون را خیلی خوب می نماید. قابلیت ضد التهابی، آنتی باکتریالی، ضد ویروسی و ضد آلرژی دارد. پوست را هموار، اوژن‌ها را نیست، پیرشوی پوست را پیشگیری می کند. حافظه را خیلی خوب و ترس را از بدن نیست می گرداند. قند را پس نموده فشار بلندی را برطرف می نماید و نیروی چشم را نیز خیلی پرقوت می نماید. گرمان های جنس زنانه را برقرار می نماید. با بیماران دل و رگ، ارتریوسکلروز، استنوکاردیا، اریتمیا، سکته دل، اینسولت، کسلی‌های انکولوژی، ارتریتی، استخوندروز و برطرف کردن ضرر تماکوکشی، پرقوت کردن ارگانیسم توصیه می شود. خلیکان را استفاده برید. برای معلوماتی پوره با ما در تماس باشید.